بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. الله سبحانه و تعالی در این آیت متبرکه می‌فرماید اگر خوبی کنید به خودتان می‌کنید و اگر بدی بکنید باز هم به خودتان می‌کنید. آیا دوست داریم که هر چیز خوب از آن ما باشد؟ پس باید به افکار خوب بیاندیشیم، کارهای خوبی را در قبال دیگران انجام بدهیم، سخنان خوب بگوییم، بدیهای دیگران را با نیکی پاسخ بدهیم. اینجاست که همه خوبی ها به سوی ما باز می‌گردد و از آن ما خواهد شد. پس پیام این آیه را فراموش نکنی، هر چه کنی به خودت. من قد جئت فينا بالهدى والحب دينا أنت يا بدر المدينة خير خلق الله يا من